عاشق و حال و حول چربی و باکتری. بله، جوش حاصل درهم‌مالی یا جفتگیری چند چیزه. وقتی پوست چربی یا همون سبم رو بیش از حد نرمال تولید میکنه، همه چی رو چرب میکنه و برخلاف تصور به راهگشا بودن چربی، این بار باعث بسته شدن سوراخات میشه. منظورم سوراخ‌های پوستت منحرف. حالا یه باکتری هم زوری فرو میکنه به سوراخات، همون سوراخ‌های پوستتو میگم، و این چربی و باکتری با هم میکس میشن. سیستم ایمنی بدن هم که این کار رو دوست نداره، عصبانی میشه و حمله میکنه و نتیجهش میشه التهاب، چرک و خلاصه انفجار جوشی. حالا فروکننده های دیگه مثل هورمون ها، بعضی از داروها، گاهی استرس یا تک فروکننده اعظم ژنتیک هم دست به کاره. الان براتون در میارم یکی از نسخه هامون. ولش کن، میذارم کپشن تا همونجا بخونید. اینم بفرست برای اون که جوش پارش کرده تا فاکری بشه.